سلام، به چنل من خیلی خوش اومدین. اگه اولین بار اینجایین، من نگینم. اینجا از زندگی روزمره‌مون، مادر بودن، بازی‌های آموزشی و کلی تجربه‌ای که خودم یاد میگیرم باهاتون به اشتراک میذارم. تو این ویدیو قرار با هم یه تخته مونتسوری بسازیم که خودم برای شاهان درست کردم با وسایل ساده و هزینه کم. باورتون میشه این تخته و تمام وسیله‌های روش کلهم شده 1,000,000 تومان. 1 تومن شده. با نسخه‌های بیرونیش هم هیچ فرقی نداره. حالا اونا یکم بازی‌های بیشتر یا کمتری دارن. و به نظر من وقتی خودت واسه بچت یه چیزی درست می‌کنی، مزه‌ش یه چیز دیگه است. روی این تخته بذار اول قبل اینکه با مونتسوری آشنا بشیم بهتون بگم، من فکر می‌کردم فقط یه تخته با چند تا قفل و زیپ و دکمه است، ولی بعد فهمیدم هدفش اینه که بچه‌ها رو از طریق بازی مهارت‌های واقعی زندگی رو یاد بده، مثل همین کلید پریز، زیپ، قفل، کلید. شاهانم اینجاست داره گوش میده به چیزایی که میگم. روی این تخته چیزایی مثل زیپ، سگک، دکمه، چسب، بند کفش که من نذاشتم، قفل و اینا گذاشتم تا خودش امتحان کنه، باز و بسته کنه و یاد بگیره. شاید این کارها ساده به نظر بیان، ولی همین فعالیت‌های کوچیک باعث میشه تمرکزشون تقویت پیدا کنه، چشم و دستشون هماهنگ بشه، مهارت‌های انگشتا یا مهمتر از همه حس استقلال کودکشون بشه، باعث بشه حس استقلالی داشته باشن. خب خیلی چیزای دیگه. حالا با هم بریم مرحله به مرحله این تخته رو بهتون درست کنیم. بهتون بگم درست کنیم. من اولش رفتم نجاری، یه تخته 50x70 گرفتم، شاید هم بکنم ابعادش کوچیک‌تر باشه. بعد تمام این وسیله های روشو مثل این قفل که قفل کموده بهش میگن، یا اون کلید یا اون کلید پریز، آره اینا همه رو از دیجیکالا تهیه کردم. خیلی ساده همه رو یک بار سفارش دادم اومد و با کمک بابای شاهان نصبش کردیم. خواستم بگم که مثلا این شاهان که کوچیک‌تر بود، من اینو چندین ماه پیش درست کردم. شاهان که کوچیک‌تر بود با اینا همینجوری بازی می‌کرد، ولی الان دیگه واقعا بلده چجوری باهاشون بازی کنه. مثلا این زیپو قبلا نمیتونست بالا پایین بکشه، ولی الان به راحتی بالا میکشه پایین میکشه، یا مثلا این قفلو به راحتی داخل میکنه و در میاره. خیلی چیزای باحالیه. مثلا اسپینر رو اینجوری میزنه خوشش میاد، تولید صدا و حرکت، یا این سگک کیف، خیلی چیز مهارتیه، به دردشون میخوره. و شاهان کلا عاشق تولید صداست. دستگیر و حلقه‌های فلزی هم به خاطر شاهان انداختم. خلاصه که این نوع بازی‌ها خیلی بهتر از 1000 جور اسباب بازی‌های بی هدفن. سعی نکنید خیلی بیش از حد برای بچه‌هاتون اسباب بازی بگیرید. به جاش یکی 2-3 تا اینجوری اسباب بازی‌هایی که هدفمندن میتونید درست کنین، در اختیار بچه‌تون قرار بدین و ساعت‌ها مشغولشون باشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، براتون مفید بوده باشه. اگرم شما هم بچه کوچیک دارین، بتونین با کمترین هزینه به یه تخته مونتسوری برای کوچولوتون درست کنین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین تا ما این شروعمون با انگیزه باشه. اگه سوال یا تجربه درباره مونتسوری دارین حتما برام توی کامنت ها بنویسین. خیلی دوست دارم نظرتون رو بخونم. مرسی که همراه هم بودی. مراقب خودتون، کوچولوهای دوست داشتنیتون باشین. فعلا بای.